روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 12 ایول است و شما نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را می‌بینید. برای تهیه این برنامه همکاران در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا با نام موضوعهای نشر برنامه شناس شوید. در واشنگتن همایش سران کشورهای ناتو با امضای سازشنامه دستگیری نظامی اوکراین به پایان رسید. شکنجه و رفتار غیر انسانی با مهاجران در پشت پنجره‌های بازداشتگاه موقتی ساخاروی مسکو چی می‌گذرد؟ با من گفت چیزهایت را از زمین بگیر. وقتی من خم شده خواستم گیرم با الکتروشوکر زد. گروه ساکنان یک بنا استقامتی در سوخت خوف دارند که بجبران شایسته از منزل‌هایشان محروم می‌شوند. خانه‌ساز می‌گوید تشویش بی اساس است. تو با آخر رسیدنی با استفاده داده شدن همین بنا ما باید با همین ساکنان جبران و حالا از یک خبر شروع میکنیم. دادستان حربی دوشنبه به یک گزارش رادیوی آزادی درباره مرگ سرباز در ارتش واکنش کرد. در نامه دادستانی حربی مرگ صالح جان صالحیف را به بیماری دل ربط دادند. این در حالی است که پیوندان این سرباز که ماه می هنگام ادای خدمت در فرودگاه نظامی عینی فوتید گفتند به فرضیه رسمی باور ندارند چون در تن سرباز ایزی زخم بود. دادستانی حربی دوشنبه در نامه رسمی از سنه 9 ایول به رادیوی آزادی نوشته است صالح جان صالحیف 12 می امسال بعد نوبتداری برای شستشوی به حجره لباس خشککنی درآمد و حالش بد شده افتاد. به نوشته دادستانی یاری طبی سری وقتی رسانیده شد ولی او درگذشت. مادر سرباز نرگس پیروا به ما قبلا گفت فرزندش سالم بود و به حرفی مقامات باور ندارد. با گزارش وکالتدار حقوق انسان سال 2023 در ارتش تاجیکستان 40 سرباز جان داده است. در واشنگتن یک مراسمی با تنتنه تجلیل 75 سالگی تأسیس ناتو برگزار شد و در آن سران کشورهای عضو این پیمان نظامی اشتراک کردند. در این جلسه یک سازشنامه نوی پشتیبانی ناتو از اوکراین امضا شد که آن را پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی برای حمایت دست جمعی از اوکراین یک قدم مهم نامید. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با سازش نوی پیمان ناتو در مسئله دستگیری از اوکراین که هفته روان در نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان در شهر واشنگتن به امضا رسید بهای بلند داد. در جنبست ملاقات رهبران ناتو زلنسکی گفت که این سند عمل مهم برای کفالت امنیت اوکراین می باشد. پرزیدنت امریکا جو بایدن به حاضرین خاطر نشان کرد که به شرافت این سازش اوکراین برای حمایت از حریم هواییش در مقابل تجاوز 28 ماهه روسیه وسیله جدی مقاومت دسترس کرد. امروز در اینجا همراه با افراد مهم که در کنار من می‌بینید ما برای حمایت دست جمعی از اوکراین یک قدم دیگر گذاشتیم. ما آن را پیمان اوکراین نام گذاشتیم. در آن طرز اجرای عمل درج شده است. سال گذشته 7 کشور عضو گروه G7 اعلامیه حمایت درازمدت از اوکراین را امضا کردند. تاکید میکنم نه تنها حمایت در دوره جنگ بلکه بعد از پیروزی اوکراین را هم. بعد 25 کشور دیگر به زودی به این پیمان همراه شده و وعده دادند که سازش دوجانبه کمک امنیتی به اوکراین را امضا میکنند. حالا پس از یک سال بیش از 20 کشور عالم و اتحادیه اروپا مذاکرات را تکمیل نموده چنین سازش را امضا کردند. با گفته رئیس جمهور امریکا این سازش یک پل میان اوکراین و پیمان ناتو خواهد بود. او افزود که به این وسیله اوکراین امکان می‌یابد نیروهای دفاعیش را به قدر کافی تحکیم بخشد. هنگام تقدیم سخن به پرزیدنت اوکراین جو بایدن نام او را خطا گرفته به جای ولادیمیر زلنسکی به پرزیدنت پوتین سخن داد. اما زود بایدن خطایش را اصلاح کرده گفت سخن را به نفر می دهد که ضد پوتین قیام کرده است. منصبداران سابق حکومت گرجستان با تأسف ابراز داشتند که در اعلامیه نهایی نشست
ناتو در واشنگتن درباره گرجستان چیز بیش از یک دو جمله به نظر نمی رسد. هنوز هم در سرقانون این جمهوری سابق شوروی تلاش برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا از هدفهای اساسی این کشور ثبت شده است. اما قبول قانون اگنت خارجی که فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در گرجستان را محدود می‌کند، کوشش‌های عضویت این کشور قفقازی در سازمان ناتو و اتحادیه اروپا را برهم زده است. دهشت و بی‌رحمی‌ها در یک مؤسسه کلانی بازداشت مهاجران در مسکو. سخروا اسم این مؤسسه را همه مهاجرانی که در مسکو کار و زندگی می‌کنند می‌دانند. اخیراً دو مهاجر کاری از قرقیزستان که در جمع ده‌ها بازداشت شده دیگر در این بازداشتگاه موقت نگهداری شدند، شکنجه‌های غیر انسانی و رفتار غیر قانونی خادمان آن را در تن و جان خود تجربه کردند. نقل‌های آنها را از گزارش مومن احمدی میشنویم. وقتی من گفتم بس است تمام، وای گفت صبر کن یک بار دیگر میزنم. به طرف دیوار گرداند و با الکتروشوکر به پای دویمم زد. برای عظمت نقل روزهایی که در سخر و از سرگذران خیلی سخت است. این مهاجر قرقیزستانی 17 روز در بازداشتگاه موقتی خارجیان بود. وقتی نسب تو رو میگیرند به دالان میبروی و میدوی. وقتی من برآمدم وای به پشتم زد و گفت بیدو. من در دالان دویدم. وای داد زد. نسبت چیست؟ بلند بگو. آنجا یک اتاق کفل پوشی مانند به همان بود. مرا مجبور کردند که دستانم را بالا و پایهایم را از هم دور مانم و با الکتروشوکر زدند. به نقل عظمت قریب 5 بار او را با برق شکنجه کردند. بعد آن تمام بدنش درد کرده و میلرزیده است. در یک اتاق تا 10 نفر در کت‌های آهنین میخوابیدند. هر روز یک غذای میدادند که خوردنش ناممکن بود. مثل زندان در کاسه و پیاله های آلومینی هر روز با عروبچه خوراک می‌آوردند. کروشکه ها را قطار چینده در آن از ستیل آب جوش آمده می ریختند. در یک روز یک بار 1 ساعت به هوای تازه می برآوردند. آن یک قفسی است که از 4 طرف محکم کرده شده است. عظمت را برای نداشتن ثبت اقامت و دفترچه مهنتی به بازداشتگاه موقتی آورده بودند. او در 1 ردی ماه ایون سال 2022 دستگیر شده بود. او بیش از 10 سال باز در روسیه کار و زندگی می‌کرد. بعد بازداشت دادگاه امر کرد که عظمت خارج کرده شود. عظمت را با دستان بسته به فرودگاه آوردند. همراه او 38 مهاجر از قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را هم خارج کردند. من تا حال آن روزها را فراموش نکردم. کسی که یک بار با آنجا افتیده است با پلیس و نیروهای آمان نفرت پیدا می کند. من دیگر نیتی بازگشت به روسیه را ندارم. فشار بیشتر و زندگی سخت شده است. عظمت برای شکنجه در سخر و به سفارت قرقیزستان در مسکو مراجعت کرد. وعده دادند که کمیسیون تشکیل کرده به مقامات قدرتی و دادگاه شکایت میبرند. دیپلمات‌ها با این مهاجر چند بار تماس گرفتند و با همین دیگر ناپدید شدند. با گفته عظمت در بازداشتگاه موقتی سخر و مهاجران تا به حال شکنجه و تبعیض میشوند. یک همدیه دیگری او هم که 2 ماه پیش از روسیه رانده شد، این آزار و اذیت را از سر گذرانده است. روزی که ما رو به آنجا آوردند، ترسانده مجبور کردند که در یک صف قدم زنیم، بدویم و لباسمان را بکشیم. با الکتروشوکر میزدند. رستم یاد ندارد که چند بار او را با برق شکنجه کردند، ولی بعد بازگشت به خانه هم دستانش میلرزیده است. مهاجر قرقیز میگوید در دوام 18 روز در این بازداشتگاه او بارها مورد تحقیر و تبعیض قرار گرفته است. وای پول و چیزهای گرانبها را از سومکه‌های ما گرفته به زمین پرتافت. کیسه ها را کوفت. با من گفت چیزهایت را از زمین بگیر. وقتی من خم شده خواستم گیرم، با الکتروشوکر زد. وقتی راست میشوی نمیزند. کسی نتوانست چیزهایش را از زمین بگیرد. بعد آگاه شدن از قضیه رستم، عظمت باز به سفارت مراجعت کرد. از او طلب شد که دعوای شکنجه را اثبات کند. مهاجر میگوید این امکان ناپذیر است. عظمت میگوید دیپلمات‌ها تلاش حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. در وزارت کارهای خارجه گفتند که نمایندگان وزارت مهنت با مسئولین سخر و مهاجران قرقیز واخوردند و کسی از شکنجه شکایت نکرده است.
مثل دوشنبه در شهر خوجند هم نوسازی برخی بیناها در مرکز شهر ساکنان را نگران کرده است. شرکت‌های ساختمانی به رعایت شدن قانون و حقوق صاحبان منزل تاکید می‌کنند، ولی نه در همه حالت مشتری‌ها به حرف این شرکت‌ها اعتماد دارند. نمونه یکی از چنین حادثه‌ها در گزارش همکارم فرزان محمدی. زنگ زده گفتن که ما همه خیلی دام میپشتگی و معلمه همون به از شما یک میپرسیدگی. من یک دو سه دفعه گفتم نه من راضی نیستم. ایده از استقامت کنندگان و مالکان برخی از مغازه‌های بینای 7 کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند را خبر تخریب کردن آن ناراحت کرده است. باشندگانش میگویند که این بنا قدیمی است ولی در دوران شوروی خیلی مستحکم ساخته شده است. بنابراین آنها میخواهند که مکان زیستشان همچون میراث فرهنگی نگه داشته شود. زیبونیسا عظیم و همراه عائله‌اش در این بنا 5 خانه دارد و تقریباً 40 سال باز زندگی میکند. دروغگویی угрожает خونت алов садлетим و چراغ آبت میکشیم مرده میخیزی. هیچ نотариальной заверенностьшон نیست. این ضدیت برخی از ساکنان و مالکان مغازه‌های بنا در حالی است که طبق سازش کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه عمومی خوجند، شرکت ساختمانی قدرت 2010 پروانه از نوسازی بنا را گرفته است. مسئولان شرکت میگویند که دو بنای کوچه اسماعیل سامانی شهر خوجند از سالهای 50 عصر گذشته مانده حالا فرسوده گردیدند. بنابراین میخواهند بنای زمانوی سازند. یگان که تهدید نیست، یگان که زوروری نیست. این همش در چارچوب قانون است. اون چیزهای طلباتی که قانون است، قانون کدکس زمین است، کدکس مدنی حاضر که بجای کدکس گرازانی برآمده است، اینا همش رعایت کرده میشود. این بحث تا به دادگاه شهر خوجند نیز رفته است و طبق خلاصه آن حجت‌های شرکت ساختمانی درست ارزیابی گردیده است. در همین حال چندین مقام نظارتی و حقوقی در جواب مراجعت ساکنان نوشته است که تا لحظه کوچیدن باشندگان و صاحبان مغازه کار ساختمان شروع نمی شود. ولی پیدا شدن چند آهنپاره برای پنجره پوش کردن اطراف بنا و خالی شدن بعضی از خانه ها باشندگان را به تشویش انداخته است. گفتن که 2 سال ارند платите میتیم. Аминҷа меби ҳозир квадратат 50 бошад 70 квадрат када метим тува падключ када метим гуфта ман ба ҳамин ваҳои мондану акун инҳо гуфтан 2 сол буд мешад инҷа гуфтану вай худо медонад ки фардо 3 мешад. نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سری زبانها شد که طرح عملی نشده شهرک چینی را به ذمه گرفته و در جایش بنای 16 آشانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حولی داشتند طول چند سال به دیگر خانه ها اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه های نو تقدیم کرد. با افزایش ساختمان بناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان بحث اطراف آنها نیز بیشتر می شود. یک سبب اساسی ناراضگی اهالی آن است که چنین ساختمان ها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند. زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبورهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته میگویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و یک خبر دیگر در یک بازداشتگاه شهر وین австрия مرد 40 ساله داغستانی و گمانبر در عضویت سازمان ممنوع شاخه خراسان داعش خودکشی کرده است. نشریه австриягӣ کرونن زایتونگ با تکیه به تفتیشات نوشت خودکشی این مرد چند ساعت پیش از به روسیه استرداد شدن او رخ داد. این مرد که نامش نشر نمی شود یکی از همصفان یک جفت همسران تاجیک و آلمانی و یک تاجیکستانی دیگر می باشد که با گمان آمادگی به تشکیل حمله به کلیسای شهر کلن آلمان و هم عبادتگاه استفانی مقدس در شهر وین پایان سال 2023 بازداشت شدند. نشریه نوشته است که این مرد در سچاق آشخانه و بند پایافزالش خود را به دار آویخته است. نشریه نوشته است که یکی از گمانبران بازداشت شده الکی به تاجیکستان استرداد شده است. یگانه زن گمانبر در این گروه به ترکیه سپرده شد. و برنامه اخبار آزادی در همینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. به شما استراحت های خوب تمنا میکنیم.